سلام و درود، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی یه مقدار متفاوت. به این صورت که ویدیو به گیم مربوطه ولی قرار نیست ما بازی کنیم، نه، قراره بریم به ویدیو ریاکشن بدیم که راجع ماینکرافت و 50 تا حقیقت راجع ماینکرافت رو قرار به ما بگی و ما ببینیم این حقیقت ها چطوری ان واقعا و حالا اگه تونستیم بعداً بریم تو بازی خودمونم تستش بکنیم. ولی خب طبیعتا دروغ که نمیتونم بگم. مثلا یه سری این کارا واسه فقط یه سری ورژن ماینکرافت مثلا وقتی آپدیت میشه یه سری چیزا، یه سری فارما اینا دیگه کار نمیکنه. ولی خب به هر حال بریم ببینیم دیگه. اگه تا سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید و بدونید که عرفان هستم و بدونید که این اصلا مهم نیست من کی هستم. ولی به هر حال کلا شما کامنتتون رو بذارید و لایک هم اگه دوست داشتید ویدیو رو بکنید. به هزار مال بدون معطلی بریم سراغ 50 facts of Minecraft. 50 awesome facts. Awesome. خب نشه که ماینکرافت 50 awesome fact evokers turn blue sheep red. که evokر فکر کنم یه نوع مابه. خب گوسفندای بلو آبی رو قرمز میکنن. ببینیم که چطوری یعنی بشه صورته. خب یه evokر اسپاون میکنه برای گوسفند اسپاون میکنه. آها آبی میکنه گوسفند داره. بعد اون evokره که نمیدونم چه evokره یه جور شبیه میچاست ولی حالا یه مابه دیگه، مابه بازی من ندیدم تا حالا. تبدیلش میکنه به قرمز. جالبه. میگه که تا 16 بلاک هم اگه با هم فاصله داشته باشه این کارو انجام میده. جالبه. اینو بذاره اینجا آبی میکنه. اصلا فاصله‌اش هم زیاد باشه بازم خیلی فکت بیکاربردی. یه evokر بذاری یه گوسفند آبی بذاری که مثلا قرمز بشه که چی بشه واقعا. چرا؟ بریم ببینیم. Here's something you can do with name tags. میخواد بگه چند تا فکت راجع به نیم تگ بهمون بگه. نیم تگی که اگه سری ماینکرافت منو ندید برید ببینید بخندید. از نوب بازی من پاره شید. نیم تگ رو توی بیوم پیدا کردم. مثلا اینکه خیلی چیزی کمیابی بود و انداختم دور. بچه‌ها تو کامنت داشت سکته می‌کردن، گفتن چه غلطی کردی، چرا نیم تگ رو میندازی دور. ولی دیگه حالا پیش شما لایک کن، میدونی شما ویدیو لایک کن برای رفیقاتم بفرست. اینستاگرام اگه فالو نکردی فالو کن. و بچه‌ها اینو یادم رفت بهتون بگم، کانال تلگراممون رو بالاخره راه انداختیم بعد از کلی سختی فراوان و این کانال تلگراممون لینکش توی دیسکریپشن ویدیو زیر لینک اینستاگرام هست. برید همین الان، من چند ثانیه بهتون مهلت میدم، برید فالو کنید، برید اینستاگرام فالو کنید، برید تلگرام چیز کنید. بعد اونجا قراره وایس چت بزنیم و تلگرامتون رو آپدیت کنید دیگه. شبا عین کلاب هاوس دیگه تلگرام الان میشه. وایس چت میزنیم و کلی حرف میزنیم و کلی اشغال میزنیم مثل دیسکورد. ما دیسکورد چون حال نمیکنم باش، تلگرام خیلی واقعا مسنجر حلال خوریه. خلاصه برید فالو کنید، لینک ویدیومون هم اونجا میذاریم. بریم ادامه فکت هامونو ببینیم. خب یه انویل میذاره اینجا که هنوز من نمیدونم انویل به چه کار میاد. یه نیم تگ میذاره و گرام اسمشو میذاره گرام. با نیم تگ میشه رو مابا اینا اسم گذاشته. خب اسمشو گذاشت گرام با 2 تا ام. و این گرامه چیکار میکنه؟ یه نیم تگ دیگه هم اسمشو میذاره دینر بون. میفهم قراره یه حرکتی با این 2 تا بزنه. گرام با دینر بون، یعنی اسم نیم تگ و اینو بذاریم مابا رو برعکس میکنه. میگه this also works for other mobs. میگه که واسه مابای دیگه هم همین عمل اتفاق میفته، یعنی هر مابی بزنیم برعکس میکنه. اندرمنا رو برعکس کرد یعنی چی؟ گرام و دینر بون یادمون باشه. چرا باید برعکس کنی یه مابو؟ ولی خوبه برای خندیدن خوبه. If you name a sheep جب، میگه که اگه اسم یه گوسفند رو بذاری جب با خط تیری آندرلاین با نیم تگ چه اتفاقی میفته؟ اول به نیم تگ اسم جب رو میدی، it becomes a rainbow sheep، تبدیل به گوسفند رنگ کمونی میشه. خب بعد جب رو که ساختی با خط تیره میزنی به یه گوسفند احتمالاً دیگه. گوسفندش RGB شد. جی خیلی خفنه. برید خدایی ببینید چه فکتایی براتون پیدا کردن. برید وردارید تو بازیتون استفاده کنید. حلاله، برید حلاله. خیلی خفنه. گوسفندش RGB دار شد. آقا تو سروایو جواب میده اینا؟ خدا کن جواب بده. چی میگه؟ اسنو گولم. میگه اگه از قیچی روی اسنو گولم استفاده کنید. اسنو گولم نمیدونم چیه واقعا. اسنو گولم اینه همون آدم برفی. کلهشو میتونی بکنی. خب من تا الان ندیده بودم مثلا که بخوام خیلی تعجب کنم، ولی باحاله. فکت جالبیه. فکت خفن‌تر بیار. بوف گولم میگه که کلا دو نوع گولم، یعنی هم آیرن گولم فکر کنم و هم گولم برفی در برابر فال دمیج مقاومن، یعنی از ارتفاع بیفتن چیزیشون نمیشه. حالا بذار ببینیم که داستان چیه. این یه آیرن گولم، اونم یه اسنو گولم.
اوه نمردن. نو دمیج. ولی هر ما بود میمرد تو این ارتفاعاتمون. خب if an iron golem is injured میگه وقتی که آیرن گولم اینجور میشه یعنی مصدوم میشه آسیب میبینه. دیدی که آیرن گولم ها وقتی میجنگن و آسیب میبینن ترک میشن، ترک میخورن. خب وقتی آسیب میبینه چیکارش کنه؟ you can use iron to heal. میگه از شمش آهن میتونی استفاده کنی. شمشو کلیک راست میزنه باهاش بعد میخوره با اون تعمیر میشه. خیلی خفنه، خوبه. من نگران بودم اگه آیرن گولم میسازیم از بین بره که خیلی هزینه ها میره بالا، پس میتونیم تعمیرش کنیم. خوبه عالیه. حالا که عالیه لایکو بزنید دیگه. باریکلا یوتیوب پاک میکنه لایک رو. نامرد. بچه‌ها ویدیو طولانیه، فکر نکنم همه فکت‌ها 50 رو بتونیم ببینیم. 2-3 پارتش بعد بکنم. اگه دوست داشتید فکت‌های ماینکرافت و اینجوری ریاکشن به ماینکرافت یا حتی تست کردن فکت‌ها تو دنیای خودمون و بازی کردنش دوست داشتید ادامه بدید بگید، حتما بگید که ادامه بده و پارت 2 رو بذار. ما میگیم چشم دیگه طبق معمول. بله بفرمایید. آیرن گولمز on drum can't drum شنا نمیتونم، فکر کنم نمیتونن شنا کنم بیان بالا. فکر کنم یه چیزی بود. اسنو گولم سریع تو آب میمیره فکر کنم. آره نگه هر مابی تو آب نه هر مابی نمیره. من دیدم زامبیا تو آب راحت میان. they also can survive in desert. میگه اسنو گولم تو دیزرت تو بیابون نمیتونن زنده بمونن. خب مثل دنیای واقعی ساخته دیگه، برفی ان دیگه اسنو گولم ها. حتما اصلا نمیدونم کاربرد اسنو گولم چیه. کاربرد اسنو گولم رو میدونید تو کامنت بنویسید. آره روش جدید کامنت گرفتی که بنویس خودتون با زبون خوشحال. اینا تو آب که خب برف آب میشه، تو بیابون هم که برف باز آب میشه، کلا آب میشه. خیلی چوسکیه اسنو گولم. هی بابا تو ندر هم نمیتونن دمو میرن به خاطر اینکه بسیار دما بالاست. آره دیگه جهنمه. آقا کلا اسنو گولم هر جا بسازی مثل که میمیره. بعد فایر رسیستنت بهشون پوشن این معجونای فایر رسیستنت یعنی مقاومت در برابر فایر پرت کنه توشون زنده میمونن تو ندر. فکر کنم جای دیگه هم زنده میمونن. انگار که بذارشون تو یخچال تو یخچال. دیمون لیف استون میگه رد پای برفی روی این قسمت های قارچی جا نمیذارن ولی تو بقیه جاها رد پای برفی جا میذارن خودشون. Interesting. You can equip villages with armor. میگه ویلیجرها رو با آرمور انتخاب کنی. یعنی چجوری؟ میذاره تو دیسپنسر یوزر خب چی شد الان؟ میگه شما نمیتونی آرمور ببینی ولی آرمور رفته تو تن ویلیجر. پرهام دیرتر میمیره دیگه. و یه دیسپنسر بذاری بغل یه ویلیجری که تو 4 تا شیشه قرار گرفته و اونایی روشن خاموش کنی و تو دیسپنسر چیز بذاری آرمور بذاری، آرمور میره تو ویلیجر ولی خب نمیتونی تو ببینی دیگه. اون با 6 تا هیت مرد، این فکر کنم با 2 تا هیت بمیره. نه با 3 تا هیت مرد. اون جونش 2 برابر شد. بچا دیسپنسر من هنوز نمیدونم واقعا چه کاربردی داره و فکر کنم فرو میکنه به بقیه. یعنی چیز میذاره مثلا میکنه تن بقیه. حالا نمیدونم چه جوریه دیگه. شما به هر حال لایکتون رو بزنید. کار به این کار نشه شد. آره دیگه کامنت بذارید. خب آمو چه فکتای دیگه داره پشمای ما رو بریزن. دیگه چه فکتی داری رو کن؟ چیه؟ میخواد نشون بده که رعد و برق با مابها چیکار میکنه. یه ویلیجر رو copy this command for lighting. دستور نوشتاری واسه ایجاد رعد و برق. اون پایین رعد و برق بخوره به ویلیجر تبدیل میشه به ویچ. عجیبه واقعا، خیلی خفنه. به خوک بخوره تبدیل به این زامبی خوکی ها میشن، به این زامبی فایت پیکلینز. دیگه چی؟ کریپر. به کریپر بخوره فکر کنم منفجر بشه، روشن میشه. تبدیل میکنه به چارجد کریپر. چارج کریپر یعنی کریپر شارژ شده ولی نمیدونم به چه کار میاد. ندیدم تا تو دنیای معمولی. لاک پوش. من آرزو داشتم تو ماینکرافت لاک پوش پیدا کنم. لایتینگ لاک پشت منفجر میکنه. باحال بود. میگه اگه موسیقی پلی کنی با این چیزا توتیا میرسن. آقا من توی مپ سروایوالم اتفاقا دارم تو تاکسیک وردمون یه دیسک موسیقی پیدا کردم. نمیدونستم با اینا میشه آهنگ پلی کرد. پس فکر می‌کردم اینا صندوق صدقه است. باور کنید شبیه صندوق صدقه بود. پس موسیقی رو برای بزنیم تو اینا یه توتی هم بریم بیاریم تو مپ خودمون قشنگ برقص دیگه. خوبه واقعا حال کردم. این فکت قشنگی بود. آبیه چه غیری میده جونم کلاقی. باحاله ولی واقعا. Cookies will instantly kill parrots. کلوچه ها رو بزنی به توتیا درجا میمیرن.
واقعا عجیبه، کلوچه توتی رو تو ماینکرافت میکشه. چه جهانیه این ماینکرافت، خیلی خوبه، عالیه. خب حالا چجوری میکشتش؟ کاش تو موبایل دیگه هم چه چیزی داشتیم. میگه اگه با اندرمن چش تو چش کنی بهت حمله نمیکنه در استاتیک، ولی من شنیدم اندرمن رو نباید بهش نگاه کنی و رد بشی، چون بهش نگاه کنی بهت حمله میکنه. کنم چه ترسناکیه، خیلی صداهاش واقعا رو مخه. You cannot provoke them through glass. provoke معنیش چی میشد؟ میگه از جلو شیشه نمیتونی چیکارشون کنی؟ یعنی چی؟ آها میگه اگه شیشه باشه بعد شما چش تو چش کنی باشون، انگار که شما رو نمیبینن، پس کوره، از شیشه نمیتونه ببینه کلا. چیه؟ یعنی چی؟ ما که نفهمیدیم. آب باعث میشه اندرمن تلپورت کنه، خیلی عجیبه واقعا. بریم یه فکت دیگه هم ببینیم. میگه یه وقتی سوئیچ میکنه رو حالت اسپکتاتور مود، همون حالتیه که شما فقط میتونی ببینی و انگار که یه روحی فقط میتونی دنیاتو ببینی و نظاره‌گر باشی. خب داستان چیه؟ وقتی میری تو اسپکتاتور you can see how mobs see the world. میگه وقتی میری توی حالا میتونی ببینی که مابها، این موجودات چجوری جهانو میبینن. خب چجوری جهانو میبینن؟ بعد بری توشون. اندرمن رنگا رو برعکس میبینه، اینورت میبینه، تصویر نگاتیو میگن فکر کنم. چه باحال. همین بقیه رو نشون بده خوده، بعد خودمون بریم تست کنیم اینو بچه‌ها. این تست کردنش راحته. بریم کریپر چجوری میبینه؟ بابا حالا از اول گیم رو تو عوض میکردی، اسکلی تو همون. کریپر سبز میبینه همه چیو. چه باحال، چقدر بد نه اصلا باحال، دید شب داره، باحاله. ولی فکتای جالب بود، خیلی نمیدونستم، ولی خب یه جوریه که فقط تو چیز میتونی تست کنی فکتور، فقط بیشتر توی حالت کریتیو تست کنی که منابع داشته باشی. به هر حال دم گیم تا جمع بود. اگه خوشتون اومد لایک بزنید که ادامهشو بذاریم یا نذاریم. کانال تلگرام میتونه دیگه اینقدر بدبخت شدید دیگه. بجز پیج اینستا برید کانال تلگرام فالو کنید. تلگرام مهمتره، اینستا مهمتره، نمیدونم واقعا کدوم مهمتره. شما برید فالو کنید، هزینه که نه، فالو حمایت کنید. تا ویدیو بعدی ویدیوهایی که بدون پیشنهاد میشن حتما لایک کنید. سری ماینکرافت اگه ندیدید برید از اول ببینید که به نوب بازی من که بخندید دیگه. تا اون موقع شما رو خدا بزرگ می‌کنم. خدا نگهدار.